معلم پای تخته داد میزد. صورتش از خشم گلگون بود و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود. ولی آخر کلاسی ها لواشک بین خود تقسیم می‌کردند و آن یک در گوشه دیگر جوانان را ورق می‌زد. برای اینکه بی خود پای و هو می‌کرد و با آن شور بی‌پایان تصاویرهای جبری را نشان می‌داد، با خطی ناخوانا به روی تخته‌ای که از ظلمتی تاریک غمگین بود تصاویر را چنین بنوشت: 1:1 برابر است. از میان جمع شاگردان یکی برخاست. همیشه یک نفر باید به پا خیزد. به آرامی سخن سر داد: تصاوی اشتباهی فاحش و محض است. نگاه بچه‌ها ناگه به یک سو خیره گشت و معلم مات بر جا ماند. و او پرسید: اگر یک فرد انسان واحد یک بود، آیا 1:1 برابر بود؟ سکوت مدهوشی بود و سؤال. معلم خشمگین فریاد زد: آری، برابر بود. و او با پوزخندی گفت: اگر یک فرد انسان واحد یک بود، آنکه زور و زر به دامان داشت بالا بود و آنکه قلبی پاک و دستی فاقد سر داشت پایین بود. اگر یک فرد انسان واحد یک بود، آنکه صورت نقره‌گون چون قرص مه می داشت بالا بود و آن سیه شده که می نالید پایین بود. اگر یک فرد انسان واحد یک بود، این تصاوی زیر و رو می شد. حال می پرسم: یک اگر با یک برابر بود، نان و مال مفت خوران از کجا آماده می گردید؟ یا چه کس دیوار چینها را بنا می کرد؟ یک اگر با یک برابر بود، پس که پشتش زیر بار فقر خم می گشت؟ یا که زیر ضربه شلاق له می گشت؟ یک اگر با یک برابر بود، پس چه کس آزادگان را در قفس می‌کرد؟ معلم ناله آسا گفت: بچه‌ها در جزوه‌های خویش بنویسید 1:1 برابر نیست.